تفاوت کار شرکت همکار با دیگه شرکت ها با دیگه مراجعی که کار انجام میتن چی است؟ کدام تفاوت ها وجود داره؟ یک کتاب میتونم بگم. چندین اول شخص تجربه خود بگم و به خاطر که یکی اعتماد به نفس امو استاف شرکت همکار که میتونه به شما رو بگه که ما هر عرصه شما بخواین برتان یعنی امو چیزی که اپلیکن میخواه با مو اساس برشان آفر یا با مو اساس برشان پانتون سلکشن یا دیگه یا میجر که میخواه اپلای کنه برشان گرفته میتونه. یکی بدون از او یعنی ما نظر به دیگه شرکت ها سکسسفول ریت یا ویزه ایشوز کردن زیرا که 100% تقریبا بگیم دوم عرصه میتونه که یک شرکتی که 100% یک ویزه از تمام اپلیکنت خود گرفته بتونه بمونه که یک شرکت موفق است، یک شرکتی است که با پلان درست میتونه که راهنمودهایی که نظر به چی است و اپلیکن داره ویزه گرفتن. ای هم بوده میتونه و یکی ریسپانس های مثلا بگم یا ما معمولا کلمات انگلیسی رو زیاد ترجمه میکنم. کامیونیکیشن دمو کامیونیکیشنی که بسیار خوب امرای مشتری خود داره و راهنمودهای مثبتی که امرای آن تایم ریسپانس که میته نظر به وزارت که چون دو وقت مسئله یا دمو اپلیکن دمو چی میباشه دمو زیاد استرس میباشه که چطور میشه چی رقم میشه نگران میباشه و می راهنمودهایی که میگه که اعتماد برشان میده که ما براتون میتیم و میتونم بگیریم هم چیزی که شما میخواین. یعنی این دلایل است که یک اپلیکن یا یک مشتری باید شرکت خدمات همکار تحصیلی همکار باید نسبت به دیگه شرکت ها ترجیح بده و انتخاب کنه و ما شخصا دلیل بود که ما امر شما چیکارم و همکار بودم قرارداد کردم.